فقط؟ فقط. چه چیزش یادت میاد مثلا موقعی که 10-15 ساله بودی؟ کدومی که از ترانه‌های دلکش رو میخوندی؟ 10-15 سالگی یادم نمیاد که چی میخوندم چون خیلی دوره، ولی همیشه با آهنگ‌های خانم دلکش من واقعا زندگی میکردم. خیلی بچه بودم اما تمام سعی و کوششم این بود که شبای دوشنبه بنشینم و به آواز دلکش گوش بکنم. دوشنبه ها میخوام. من کدومی که از آهنگاش بیشتر به دلت نشسته؟ همه آهنگای خانم دلکش برای من قشنگ بوده و اگرم توجه داشته باشین 2 تا از آهنگاشون رو من در رادیو رادیو صبح جمعه اجرا کردم. حالا یه تیکه واسمون بدون ارکستر اینا، یه خط از شعرهایی که اون وقتا زمزمه می‌کردی الان بخون واسمون. چه اشکال خیلی مشکله آقای نوذری. هیچ مشکلی نیست. کسی که بچگی میخونده الانم به این خوبی میخونه هیچ مشکلی واسش نیست. هیچ مشکلی نیست. یه خط. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو از تو دارم، از تو دارم. من مطمئن هستم که خانم دلکش الان که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال میشن که یک هنرمندی که الان در سطح عالی هست اینطور به خوبی یاد میکنه از ایشون و دوستشون داره. البته همه ما دوست